داشته باشین. چون صبح بیدار شدم خدا شده به این حیوان بد عادت کردم. وابستگی دیدیم چی میگم، اون که حیوان دارن فقط درک میکنن. صبح رفتم بیرون در باز کردم صدا زدم میلو دیدم دوید من سمت من خدا شده. بعد صبح بهش گوشت دادم، من نمیدونستم باید به حیوان مثلا گربه مخصوصا گوشت خام نباید بدی، مثلا باید بپزی یا مثلا مخصوص بدی. من نمیدونستم یارو از من میپزم بهش میدم، چون من خودم خدایی دارم گربه نداشتم. سگو داشتم ولی گربه دارم نداشتم. سگ داشتی؟ سگ داشتی؟ آره. واقعا سگ داشتی تو؟ هنوزم دارم. هنوزم داری؟ دو تا. والله ما دار ندیدیم. کجان؟ تو همین خونه. تو همین خونه؟ همین خونن. اسمشون چیه؟ گیلو و خیلو. آره. خدا شده با خالتو دیدی سگشونو؟ آره. دیدی؟ آدم هر روز میبینه. افشین تو واقعا 2 تا سگ داری تو خونه؟ شوخی دارم باید میگم 2 تا سگ دارم تو خونه. خاله تو واقعا گذاشت افشین 2 تا سگ بیاره تو خونه؟ آدم اولش مخالفت میکرد. بعد کم کم راضی شدم، گفت بابا اوکی بذار بمونه. این 2 تا سگ کجا الان؟ تو همین اتاقن. تو همین اتاق؟ آره. کجا؟ گیلو؟ فکر کنم پاکوزو از زیر بیسته بزن ایزا. نه اصلا گیلو؟ ایزا تو کمون پاکوزو نیستن؟ کجان؟ دقیقا روبروی منم. روبروی تو؟ تو کجا من نمی‌دونم. افشین داره به خدا اینو وزن میکنه. این روبروی تو میشه دیگه، اگه روبروی تو باشه نیست. پشت جان ماشین. افشین ایزا من میدم این داره من عزت میکنه. افشین این 2 تا سگ کجا ما ندیدیم هنوز؟ میخوایم ببینین؟ میخوام ببینم. همینجا بایستین. مامان آوردیش؟ علیکی میگم روبروی من. سگ آوردی؟ مامان هم دیگر گرفتن. یا اول فد مامان. مامان باشه جدا کن. مامان جدا کن. مامان. جدا کن. مامان ببرش من.